رسول اکرم میگوید دو نعمتی هست که شما بسیار بسیار پشیمان میشین بعد رفتن این دو نعمت. این یکی تنی صحت است، دیگرش آرامی هست. و این خاطر تنی صحت بسیار بسیار نعمت کلان است. دادرای عزیز و گرامی کار کنین که شما در این روی های گویم آن چیزی که خنک است وقتی که می نشینین این گمرای پیدا می شود، یا با آب خنک وقتی که مستحب میکنین گمرای در شما پیدا می شود. از این خاطر شما همیشه با آب گرم طهارت کنین، همیشه با آب گرم. در تابستان هم که اگر توانین آب گرم استفاده برین و در دستان همون لطه‌ای که دارین همون قطع همه موضع هایی رو که شما آب میرسونین همون زمان قاق کنین، تراتر نپوشین. زیرا اکثر همین گویم که کسل هایی که امروز در بیمارخانه همه بچه های نمازی هن. ببین چه از گمرای و چه از این کسلی که گویم که آب میرود از او، همه همین در حالتی که همون گویم تحپوشای ما و شما در حالت مستحب میکنیم قاق نمیکنیم تر میماند، انمون حالت در این وجود ما و شما درمند میشود. ما و شما در این بیماری ها مبتلا میشویم. برای این با آب گرم شوین، قاق کنین، بعدا شما از حمام بیرون شوید تا که شما بیمار نشوید. وقتی بیمار شدی دیگر تو در نماز جمعه اشتراک کردن نمیتونی، تو دیگر نماز به حضور دل خواندن نمیتونی. برای این همیشه با آب گرم طهارت کنید. لیکن کسانی که گمرای دارن و گویم همون بواسیر و آب در او زلال میرساند ترکش کند، همون موضع را نشوید، تماما همون موضع را آب نرساند. بدون رسانیدن آب نماز برای او درست میشود. السلام علیکم بابای حاجی میرزا، من ساکن دوشنبه شهر بوده خود زاده کلاب شهر می باشم. راست دیگه من در دوشنبه کاسیت و دیسکای شما را بسیار دیدم و تماشا کردم، اما شما را از نزدیک ندیده بودم. حالا شکرانه خدا میکنم که شما را از نزدیک میبینم و با شما نماز میخوانم. بابای حاجی با شما یک دو سوال داشتم. نماز قصر گفته کدام نماز را میگویند؟ آیا بجای نماز قصر نماز پره خوانیم نمیشود؟ دوم نماز شکر وضو گفته کدام نماز هست و چه خیل خوانده میشود؟ مثلا نماز قصر گفته وقتی ما و شما از اینجا که سفر کردیم با دوشنبه ما و شما مسافر هستیم، اگر نیت ما و شما تا 15 روز باشد، لیکن از 15 روز زیاد باشد ما و شما مسافر نیستیم، راه در مسافرانه میخوانیم. دوشنبه که رفتیم ما و شما آدم مقیمی یعنی آدم همونجا به حساب میرویم. تا 15 روز اگر نیت تان باشد شما مسافرین، میروین در همونجا نمازهایی که 4 رکعت فرضن 2 رکعت شما میخوانین. اگر مبادای گویین که مثال نیم همین 2 رکعت نه 4 رکعت میخوانم تو گناهگار میشوی، گناهگار میشوی. یقین دانین این آیت قرآن است که شما نمازها را در مسافرتی قصر کوتاه کنین، 4 رکعت را 2 رکعت کنین. و این خاطر اگر ما گوییم خیلی همه شرایط ما خوب است، هیچ ماندگی نداریم، این آب گرم همه هست، نه 4 تا میخوانیم، در این 4 تا خواندگی تو گناهگار هستی، تو فرمان اجرا نکرده ایستاده ای. این یک مکافاتی هست که خدا برای تو داده است در حالت مسافری. شکر وضو گفته همین بعد طهارت کردن، وقتی که ما شما طهارت کردیم بود کردیم 2 رکعت نماز بعد همین طهارت خوانیم، همراه شکرانه وضو میگویم. هر سوره را که میخوای خواندن بگیر، بسیار بسیار ثواب کلان دارد. حضرت بلال حبیب خدا شب معراج در حدیث ها میگوید من گویم که آواز قدم های بلال در جنت شنیدم. وقتی که حضرت میگوید پایان آمدم و بلال گفتم آواز کفش های تو در جنت صدا داد، و چی خاطر است؟ حضرت بلال گفتن همیشه طهارت که میکردم 2 رکعت نماز از پس او میخواندم، شاید که همین عمل من در نزد خدا خوش آمده باشد و صدای کفش های من در جنت صدا داده باشد. و این خاطر شما اگر طهارت کنین و بعد او 2 رکعت نماز خوانین بسیار ثواب دارد. السلام علیکم آقای حاجی میرزا، ما یک گروه مخلصان شما از مسجد دهیه آبشاران ناحیه یاوان سلام خود را میفرستیم و این چنین از نام رئیس دهمون و مولای دهمون و شیخ پاک دامنمون و شما سلامتی عمر دراز با برکات را خواهانیم. در پناه خدا باشید و دعا کنید که با همراهی قوم بیماری های ما را شفا دهد. خدای مهربان این برادرایی که از ناحیه یاوان از دهه آبشاران از ما و شما دعا خواستند، خدا همه بیماری هاشون شفای کامل و شفای عاجل نصیب کند. آمین و رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام
صلح و آرامی، سلامتی و عمر دراز را از الله به شما حاجی میرزای محترم و حاضرین همین جماعت دعا طلبم. من و همسرم یک جای زندگی مستقلانه داریم. کسی از کلانترهای ما به ما نیست و شکر خدا را که با ما فرزندهای عطا کرد. دختر روزها من در کار هستم و همسرم با کار و بار خانه و تربیت فرزند، از بس که وای از سحر تا بیگاه به کار خانه هست، بسیارتر در نزد کودک لختکه ها را مانده به کار خانه مشغول می شود. روز به خانه مهمان آمد و پس از بازیچه ها را دیدن از من خواهش کرد که من آنها را از خانه دور کنم. او بال است. گفت آیا این درست است؟ شما چی میگوید در این باره؟ بازیچه در پیش کودک کش بوده است. بازیچه هایی که امروز گویم در مغازه ها می فروشند، ما و شما برای کودکامون می خریم. مهمان دیدن برابر گفتن این بازیچه ها را در خانه اجازت نیست. خوب می شود که این بازیچه ها را از خانه دور کنین. خوب می شود که شما بازیچه هایی که صورت نباشند بگیرین، بازیچه هایی که شکل صورت نداشته باشند. یعنی یک خانه ها میره یک سگ میبینید توخی آفرین او سگ کلانیش، اگر او را مثال در شب میبینید تو یا در یک حالت ناخوب میبینید، یک آدم یا حاجی والله که گفتن که وقتی که در خانم در آمدم بیگاه بود، گفت بالای همون دیوانی که خواب میکنم برای همه کودک ما گفت از کدام شهر دورده است یا طرفای روسیه، گفت یک لفتوکی کلان آورده بودم، همون را دیدم گفت باور کنین گفت تمام وجود ما لرزه گرفت، گفت با همون لفتوکی که در همون خانه دیدگی است. و این خاطر شما خوب میشد که همون ماشینچه هایی که وجود دارند خب به صورت باشند، اینش بهتر است. در اصل هر خانه ده که صورت باشد یا بازیچه هایی که به صورت مانندند، اون خانه ده دیگه ملائکه های رحمت نمیتراید. برای این بهترین صورتش خرین، بازیچه ها را بخرین، فقط بازیچه هایی که مثال گویم یگان آواز داشته باشند و صورت نداشته باشند. هر خیل شکل هاش هست که امروز همو به صورتاش گیرین، اینش خوبتر می شود. زیرا حضرت عایشه صدیقه دوره هایی که حبیب خدا می گرفته بودش بسیار خردتر بود، لیکن در دستش لفتک بازی میکرد. حبیب خدا از بازی کردن لفتک حضرت عایشه را من نکرده بودند. و آخران درباره زندگانی صحابه های محمد میخواستم هر روز جمعه نقل میکردید. خیلی انشاءالله وقتا شود درباره این صحابه های پیغمبر خدا هم حکایه میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم حاجی میرزا، بنده در شهر قزان تحصیل علم دارد. فتحه های شما را در آنجا گوش کردیم و امروز به این مسجد آمدم. روزهای نزدیک با سفر دارم، در حق ما دعا کنید. با احترام مخلصان اشدی، شما در شهر قزان طالب علم هستیم. خداوند شما را ذهن ذکی و فهم کامل و علم با عمل خدا نصیب کند. آمین و رب العالمین. السلام علیکم استاد عزیز، ما بیمار هستیم، از شما خواهش داریم که از درگاه خدا طلب دعا کنی در حق ما که ما طالب علم هستیم. یک سوال دارم، چشم پریدن چه خیلی است از روی نظریه اسلام؟ التماس جوابش را گردانید برادر عزیز و گرامی. چشم پریدن این از نظر اسلام هیچ نظری ندارد، هیچ معنی ندارد که وقتی که دست انسان گویم که سیخ میزند یا چشمش گویا میپرد خب یا دیگر چیزها هستن یا خرافاتن، همه این افسانه هستن. اینا گویا که از غیب ما و شما یک خبر پیدا میکنیم گفته، هر خیلی اینا تماما از نظر اسلام ناجایز هستند. درود و رحمت به شما باد ای بهترین فرزند این شهر کولا. شب و روز منت نشود، با اهل و عیالم در حق تو دعا میکنیم. دعای خیر برای این دیگرگونی هایی که از نیکی عبارت است در مردم این شهر و جمهوری پیدا کردی. در حفظ خدا باشی همیشه. و یک سوال دارم، ظلم چی معنی دارد و چی هست؟ ظلم چیست؟ ظلم کردن یک آدم دشنامتی ظلم است. یک آدم حق شمی خوری ظلم است. یک آدم غیبت میکنی ظلم است. یک آدم پول میتی در عوضش پرسنت طلب میکنی ظلم است. یک آدم مجبور، امروز این مسئله هم بسیار است، یک وجب یا یک متر یا 10 متر زمین او را به ضرب زوری از دست او میگیری، اینم ظلم است.
یا یک آدم بیگناه برده لطقین میکنی ظلم است. یک آدم قتل میکنی ظلم است. با یک برادرت قهری میکنی ظلم است. حبیب خدا گفتن اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات یوم القیامه. شما از ظلم ای مردم مسلمان پرهیز کنین، زیرا که این ظلم هایی که در دنیا کردین همه این تاریکی های روز قیامتتان هست. تاریکی های روز قیامتتان هست. انسان باید که ظالم نباشد. عکس ظالم این شفقت است، مهربانی است. همیشه ما باید که رحم داشته باشیم. همیشه باید که ما و شما مهربان باشیم. ظلم در ما و شما نباشد. قصه ها میارد که بار حضرت موسی در یک بیابان میرفت، بناگاه میگوید یک پرنده سفید آمد بالای کتف حضرت موسی نشست و گفت ای موسی، ای پیغمبری خدا، مرا از این عقابی که از پس من صید کرده ایستاده است نجات بده. خواستن رحم حضرت موسی را سنجند. حضرت موسی در حال میگوید این پرنده سفید گرفت و در آستینش انداخت. همین زمان عقاب میگوید آمد و گفت ای موسی، گفت این صید من است، این لقمه من است و رها کن. گفت حضرت موسی گفت بسیار خوب میشد ای عقاب، گفت برای تو یک گوسفند میدهم و همین پرنده سفیدی که از من نجات طلب کرده است همین به تو ندهم. گفت نه، گوشت گوسفند برای من خوب نیست. گفت بسیار نیک میشود. گفت ای عقاب، از همین ران گوشت پای خود به تو میدهم، لیکن رحم بر همین پرنده بکن. همین زمان میگوید این پرنده از آستین حضرت موسی وقتی شنید این کلام موسی را، از آستین بیرون شد و پرید و گفت من جبرائیل هستم. گفت و اون عقابی که بود گفتن من میکائیل هستیم، آمدیم تا که رحم تو را گفت بسنجیم که تو تا چه اندازه رحم داری. از این خاطر مسلمان باید رحم داشته باشد. مسلمان باید شفقت داشته باشد. همین مسلمان همین است. ابو موسی اشعری چی گفتن؟ حبیب خدا گفت همان مسلمان است که از دست و زبان او کسی آزار نیابد. یک قصه کرده بودیم، یک ظالم اگر یادتان باشد میگوید یک کمپیر یک خانه عادی داشت بیچاره، خانه های بلند آشیانه و گویم خانه های این تا بهبود، یعنی هیچ بهبودی نبود. یک بانگی خانه داشت. وقتی که میگوید سحر میشد، سحر از خانه بیرون میشد، از پای طلبیدن میشد، بیگاه می آمد همون کلبه فقیرانه خود در داخل میشد. باری میگوید سحر آمد برآمد، بیگاه می آید که خانه نیست، درکش نیست. در حیرت میماند این خانه کجا شده باشد، این خانه کجا شده بود. در پهلوی او میگوید صاحب کتاب که یک مرد خیلی با دولت گویم از خدا دور یک عمارت خیلی زیبایی ساخت. وقتی آمد میگوید آشیانه اول تماشا کرد، دویم تماشا کرد، سیوم تماشا کرد. وقتی به چهارم آشیانه برآمد، پایان نگاه میکند اطراف همون خانه را که همین کلبه فقیرانه کمپی را میبیند. در حال فرمان میدهد که بیارین یگان تکنیک از مثال یا که جمع شوید همه کسا این خانه را از اینجا بردارین که این سکه و صورت خانه مرا ویران کرده است. ولی بسیار از آدمای بیرحم در حال فرمان این گوی مرده که دولتدار اجرا کردند، خانه را تماما راست کردند. کمپیر آمد، وقتی که از این حال که درکدار شد خیلی غمگین شد، بجود همون یک خانه دیگه سرمایه نداشت. پرسان کرد، میگوید پروردگارا این خانه من کجا شده باشد؟ ندای آمد که خانه تو از دست انا همین مرد نابود شدگی است. وقتی تو در خانت که نبودی خانه تو را نابود کردن. میگوید کمپیر با تمام صدق از دلش گفت ای پروردگار من نبودم، تو در کجا بودی که نگاه کنی خانه مرا؟ وقتی میگوید این مناجات که این مادر کرد، در حال میگوید الله میگوید ملائکه ها را روان کرد که این خانه این زبردست، این خانه آدم بیرحم و ظالم به زمین کشید، گفته اون خانه را نابود میکنند. کن مقصد انسان باید که ظلم نداشته باشد. همیشه ما و شما رحم و انصاف در ما و شما وجود داشته باشد. مسئله دیگر در بیرون بعضی کتاب ها در اطراف چهار یارا آمدگی هست. حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی خب سودا می شود یا با یک نرخ ارزان فروخته می شود. از این خاطر دادرای عزیز شما همین کتاب ها را خریده گیرین،
بسیار نیک است، زیرا که امروز الحمدلله که من در کولاب کو نشونیدم، لیکن در پایتخت جوانهای پیدا شدند، چه از جانب زنها و چه از جانب مردها، که دشنام دهنده ابوبکر، عمر، عثمان هستند. و این خاطر شما آنها را خوانین، از حال این صحابه های پیغمبر خدا درکدار شوین، خودتان بعد ان شاء الله قضاوت میکنین که البته ابوبکر رضی الله عنه کی بود، حضرت عمر و حضرت عثمان کی بودن، ان شاء الله شما میفهمین. اینجا یک سوال دیگر آمده است، آخران همیشه جواب میگویم. داملای عزیز السلام علیکم و رحمت الله. ایشان حاجی، عائله من دختر یک ایشان کلان است. این را پدرم خواستگاری برای من کرد. من در دوشنبه زندگی دارم، از زندگیم راضیم، لیکن گاه وقتا در دهان من بوی وجود دارد و این سبب می شود و این زن بر من معامله نمی کند. داملای عزیز یگان نصیحت می کردید، زیرا من همراه عائله هم همه کسیته های شما را دسترس کرده گوش می کنم. این برادر یعنی کدام دختری گویم آدمی باز ایشان کلانی را، کدام آدمی مسلمانی را گویم نکاح کرده است، لیکن با سببی که در دهانش چی بوی باشد، چی بیماری باشد، این عائله‌اش و یا به خود نزدیک شدن نمی مانده است، گفته شکایت کردن. این الحال من در صحبت پیشینه گفتم، ان شاء الله اگر گوش اندازد همه آیات های قرآن و احادیث های رسول اکرم است. لیکن از همه در بهترین دادرای عزیز باز برای شما یک توصیه میدهم که حبیب خدا میگوید مسواک از سواک مطهرة للفم مرضاة لربی. همین مسواک چوب هایی که در بیرون میفروشند مسواک است، چوی هایی که دراز دو سامان هستند، همین ها را شما میتونین که دو نفر اگر مثال شرایط نداشته باشی یک مسواک چوب بخرین، همون پاره کنین. این مسواک چوب استفاده بردن حبیب خدا میگه مطهرة للفم، دهانهای شما را پاکیزه میکند، مرضات لربی. خداوند از این مسواک شما راضی میشود، خداوند از شما راضی میشود با سببی که همون مسواک چوب ها را شما میگیرین و در دندانهای خود میمالین. این بسیار یک ثواب کلانی دارد. حتی در حدیث های رسول اکرم لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاه. حبیب خدا گفت اگر مشقت بالای امتم نمیشد هر آینه امر میکردم که در هر یک نماز دندانهاشون با مسواک چوب شویند. در بعضی حدیث ها در هر یک نماز خوشبویی استفاده برند. برای همین دادرای عزیز در بیرون همین ها امروز فروخته میشد. همین مدنیت ما داشته باشید. همیشه حبیب خدا میگوید که در بالای زبانش مسواک چوبش همیشه وجود داشت. و این خاطر خانه هم درای مسواک چوب استفاده میبریم. این مشک های دندان با قوت میکند، بوی دهان دور میکند. خب در بعض کسلی هایی که در معده داریم همون ها هم حتی که برای ما و شما فایده میبخشد. برای همین از همین دادرای عزیز استفاده داریم و با مدنیت همین مسواک ما و شما رسیم. اول شما خارج نرفتین، در خارج روین همه حتی همون آدمای کلان کلان در دهانهای خود مسواک دارند. در همون کیسه های خود که جای روچکه میمانیم در همون جای روچکه هاشون مسواک هاشون وجود دارد. همیشه دندان هاشون با همون خلال میکنند و خوشبویی هم استفاده بریم. همیشه این نماز در آمدیم بیرون در 2 سوم و 3 سوم هست. من میدونم که امروز خراجات های هست، بعضی ما و شما خراجات های به معنی زیاد داریم، یا کدام دسترس باشیم 3-4 خوشبویی را بخر در دست یک برادر تسلیم کو، این هم ثواب است. خوشبویی ها را همه را استفاده برین که بدن ما و شما امروز باید خوشبوی باشد. خدا خاتمه کار همه ما و شما را به خیر بگرداند و تا جمعه دیگر خدای مهربان همه ما و شما را در حفظ امانش نگه دارد. خب اینجا در یک مادر 2 ماه نفقه عاشورا برای ساختمان مسجد در حق فرزندانم دعا کنید گفته روان کردند. یک برادر خب مسکو می رود گفته در اینجا یک مبلغ گذاشتن که دعا کنید. یک مادر از جرقله اینجا هم یک مبلغی آوردن که در حق من دعا کنید. برادران آدینشا از مومن آباد بیمار است در حقش دعا کنید گفته است. یک برادر دیگر هم اینجا یک مبلغ دیگه آورده است، حاجی حاتم شاه در حقم دعا کنید گفته. دعا میکنیم که خدای مهربان خیر احسان هاشون قبول بگرداند و در عوض این مال خدایا به این
و این بندگان خود باز مال نصیب بگردانی و همه مرادها و مطلوبهاشون خدای حاصل بگردانی. آمین و رب العالمین.